سلام رفقا، کیف احوال؟ آقا این ساعتهای قدیمی رو یادتونه؟ همونایی رو میگم که یه چیزی مثل پاندول ازشون آویزون بود. آره چپ راست این بر اون بر این بر اون بر. حالا الان هم شیخ فری هم سیدل جفتشون رفتن تو فاز پاندولی. پس پریدوز شیخ فری واسه لگام زدن به دلواپسا یه قمپوز اعتدالی اومد، یادتونه؟ ما آپارتاید هسته‌ای رو زیر بارش نمیریم. ما آپارتاید علمی رو زیر بارش نمیریم. ما همه ملت‌ها را، این همون اصول اولیه منشوره، ما همه ملت‌ها را در برابر قوانین بین المللی یکسان می‌بینیم. کسی برتر از دیگری نیست. ملت ایران زیر بار تبعیض نخواهد رفت. آقا هنوز کلمه آخر از دهن شیخ فری در نیومده بود که رقبا نون دلواپسی رو چسبوندن به تنور اعتدال و دم گرفتن که روحانی متشکری. اینجا درست همون نقطه‌ای بود که پاندول شیخ فری هم عمل کرد و با فن اشکل گربه رفت واسه دلواپسا. دیدید یه آدمایی که با زبونشون نیش میزنن، به تعبیر عامیانه مردم طرف خیت میکنن توی جامعه، بعد لذت میبرن، میگه خوب خرابش کردم، خوب خیتش کردم. اینا بیمارن. بعدن همین شیخ فری دست گذاشت رو وضعیت خیت ولایت و علت بیماری لاعلاج سیدل رو لو داد. در یک کشور و در یک جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم ما نیازمند هستند یا به یک تعبیری زیر خط فقر زندگی می کنند، در یک جامعه‌ای که ما هنوز برای مواد غذایی اساسیمان نیاز به واردات داریم، هیچ افتخار نیست برای هیچ ملتی و برای هیچ دولتی که در فکر آن باشد که برای نان مردم از بازار دیگران گندم تهیه کند. در ادامه پاندول حاج حسن روی وضعیت سگ دعوا کیر کرد و یه جمله گفت که کل نظام مقدس ولایت رو کرد تو فاضلاب و در آورد. اما تو همین کشور عده‌ای به نام این که باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها مبارزه کنیم و بایستیم، جیب مردم رو زدند، اموال مردم رو غارت کردند. موشکاف مشغول پنبه‌زنی حسن کلیساز بود که یهو سیدل با لاستیک زاپاسش رفت بالای منبر و واسه خفه کردن دلواپسا یه دهن روزه خوند. از جمله چیزهایی که مردم رو به بهشت نزدیک میکند بهبود معیشت مردم است. کاد الفقر ان یکون کفرا. جامعه‌ای که در آن فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتی باشد، اون جامعه حالت آرامش ایمانی پیدا نمی‌کنه. فقر انسانها رو به فساد میکشانه، به کفر میکشانه. فقر رو باید ریشه‌کن کرد. کار اقتصادی، فعالیت اقتصادی باید به طور جدی در برنامه‌های مسئولین قرار بگیره که خب امروز به حمدالله مسئولین دنبال این چیزها هستن. فقر رو باید ریشه کن کرد.
به پایه ها با رابین هود اشتباه نگیرن. اونی که باید ریشه کن کرد تویی. فقر خودش ریشه کن میشه. اما حرف اصلیش رو به ترمز بریده های باندش اینه که اینقدر نقنق نکنید. امروز فرداست که ملت از زور فرق بزنن نستمون رو ناز کنن. همین روزه بلایی رو شیخ فری به سبک اعتدالی خودش اینجوری ادامه داد. بحث سر پول نیست، اشتغال بالاتر از پوله. بیکاری تنها بیپولی نیست، آغاز 10 مشکل و گرفتاری است. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، از اعتیادش، از اختلافش، از جرائمش، از بزهکاری‌های متنوعش، از جدایی‌ها، از طلاق‌ها، از بیکاری‌ها نشأت میگیره و آغاز میشه. ای نامرد نابکار، حقا که روباه بنفشی. آخه شیخ ترور، خودت که تو همین 10 ماه واسه همین جرما یه قلم 700 نفر رو اعدام کردی. بعد حالا واسه ما فیگور مادر ترزا میگیری؟ مگه سنگ قانون اعدامو به سینه نمیزدی؟ حتی طرف اعدامیه، میخوام ببرنش پای چوبه دار. خب ببرن، اگه قانون است خب قانونه، باید اجرا بشه. ما حق نداریم در بردن چوبه دار بهش فحش بدیم، توهین بکنیم، بگیم فلان چرا. هیچ قانونی نه. قانون اینه که قاضی او رو محکوم کرده، حالا مجازات میشه، تمام. به ما ربطی نداره. قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده، مال مردم ما مجری هستیم. شدیدن جانی من یک شیخم، فری روحانی دوم حاجی اکبر کوسه. شدیدن جانی. خب یه نگاهی به وضعیت پاندولی شیخ فری انداخت. حالا بریم سراغ پاندول ناقص عظما و ببینیم بعد از سخنرانی پس پریروز و حلوا کردن مذاکرات چجوری واسه آروم کردن جک و جونا برای باندش میو میوی ضد استکباری میکنه. بله، آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه، کما اینکه تا امروز هم نتوانسته است. قدرت های دیگر هم همینجور، اونا هم هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. این غلطی که نمیتوانن بکنن فقط غلط نظامی نیست، به معنای جامع کلمه هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. نمیتونن ملت ایران رو زمین گیر کنن، نمیتوانن ملت ایران رو عقب نگه دارن، نمیتوانن فشار رو بر ملت ایران به نحوی انجام بدن که به خیال خودشون ملت ایران رو به زانو در بیارن. ملت ایران به زانو در نخواهد آمد. لااقل وقتی میخوای از این حرفای مف بزنی یه جوری بشین که زانوهای خونیت معلوم نباشه. اسم خودتو گذاشتی ملت ایران، بعد داری با سر و ریش زهرآلود واسه نوجهات افه اقتدار میای. ترس اصلی تو بگو عزیز، نگرانی اصلیت رو کن. یه عده‌ای وقتی نگاهشون به جوانها میافتد نمونه ها و معدود گونه های ناهنجار رو میبینن. بله، ناهنجاری هم هست، نه اینکه نیست. ما هم اطلاع داریم. نگو اطلاع داریم، بگو کابوس روز و شبمه. بگو ترس از همین جوونا جونمو به لبم رسونده. عمری خوردی و چاپیدی و زدی و کشتی، اما حالا دیگه ایستگاه آخره، مگه نه؟ اگر زندگی ما در دنیا زندگی خوبی باشد اما لحظه مرگ ما لحظه بدبختی و روسیاهی ما باشد چه فایده داره؟ هیچ فایده نداره. بدبخت روسیا فایدهش اینه که ملت ایران تا ابد از شر سرطان ولایت خلاص میشه. خلاص. رقصای دام و شفا
شکار